دور رفته بودیم یک شب دراز رفته ساری همونجا آمده موندیم همونجا آمده موندم و دانی فهمیم که همون مکتبی وای بوده نمیسای گویا خود پلی بفرامدگی وای ها نمیسای اندرونی بلا وای ها مخایل میبینه ما دیده نمیتونیم. این یک لحظه از نقل بابای میرزا شریف غفارov 101 ساله می باشد که از نبردهای خود به هر نفری که به عیادتش می آمدند و از قهرمانی‌هایش پرسان می شدند با احساسات به نقل کردن شروع می کرد. صبح امروز یک گروه مهمانان برای عیادت و سپاریدن نشانی سرسینگی 75 سالگی جنگ بزرگ وطنی به حوله استقامتی اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بابای میرزا شریف آمدند. در حوله باشم مهمانان را نه تنها یک جنگاور بلکه دو قهرمانان پیشواز گرفتند. این دو قهرمانان زاده دیای رومانی جماعت ایدر عثمانوی نایب بابا جان غفورov می باشند. Спасибо большое. Спасибо. Вы пример. Я с вас буду пример брать. Буду стараться столько же, 100 лет прожить. Да. در قطار مهمانان رئیس نایب ظریف نظیری و نمایندگان کنسول فدراسیون روسیه در شهر خوجند نیز بودند. آنها اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی بابای میرزا شریف و عبدالله خوجه را به فرارسی 75 سالگی جنگ بزرگ وطنی شادباش نمودند. Случайно. Кто вы, москвич? Да, я москвич. Как раз он оборонял. Значит, дай Бог вам здоровья. Дай Бог вам долгие годы жить. میرزا شریف غفورov ماه январи соли 1919 در دهه رومان نایب بابا جان غفورov در عائله کاسب چشم عالم هستی شده است. و بعد ختم مکتب دانشگاه پداگوژی شهر خوجند داخل شده. بعد تحصیل بخش دوم میرزا شریف غفورov را به خدمت حربی سرخ را سپار می نمایند. بعد یک سال یک ماه خدمت جنگ بزرگ وطنی سر می شود. بابای میرزا شریف در جنگ برای مبارزه بر ضد دشمن 2 سال می جنگد. نهایت صحت و سلامت به وطن برمیگردد و تحصیل خود را در شعبه غایبانه دوام می‌دهد. تا سال 1979 در مکتب‌های تعلیمی به شاگردان درس گفت. میرزا شریف غفورov نه تنها آموزگار و اشتراکچی جنگ اینچنین گلپرورم بوده است. بعدی به نفقه برآمدنش برای فرزندان نبیرگان و چبیرگانش در خانه علم و تعلیم آموزد. پدرم خود در زندگی نه تنها برای فرزندان نبیرگان بلکه برای جمعیت یک شخص نمونه عبرت هستند. آن کس همیشه نصیحت میکنند که صافدلانه به خلق و وطن خدمت کنید. در هفته صحبت با پسر بابای میرزا شریف طاهر غفورov معلوم گردید که بابای میرزا شریف صاحب 9 فرزند، 3 دختر و 6 پسر، 37 نبیره، 90 دبیره و 9 چبیره می باشند. طاهر غفورov از دوران فعالیت پدرش و خدمت ایشان در نزد خلق و وطن سخن نمود. جنگ را در شهرهای نزد مسکو آغاز می نمایند و در یکشان محاربه های شهرهای کورسک، اسمالینسک و شهرهای جمهوری های بلاروسی و اوکراین اشتراک میکنند. متاسفانه 2 مرتبه در زیر بمباران میمانند. 2 مرتبه یاره‌دار میشوند. بنابر گفت پیوندان این دو قهرمان جنگ آنها همیشه از میدان نبرد قصه میکنند و امروز نسل جوان را برای ادای خدمت مادر وطن تلقین میدهند. در آن دوره‌های جنگ بزرگ وطنی هر یک سرباز به خود دفتر خاطره تأسیس داده بود. فرزندان و پیوندان میرزا شریف غفورov و عبدالله خوجه اسماعیلوف میفخرند که چنین پدران و بابایان نیکنام و وطن دوست دارند و خویشان اقربانشان گردی هم آمده از چنین انسان‌های نیکنام نصیحت و پند میگیرند. گزارش نرگس محمد صالح زاده، خیرالله خوجه‌یف، الهام برهانوف برای برنامه خبر 24.